هنگامی که مسیحی‌ها به شریعت الله حکم نکنن اونها فاسق و کافر و ظالمن، و یهودی ها هم به شریعت الله حکم نکنن اونها فاسق و کافر و ظالمن. مسلمان ها معین و یکی از غلط فهمی ها یا گاهی وقتا غلط تعبیر هایی که حتی در میان یک عده از مسلمان ها هم معمول شده و است که الله تبارک و تعالی در قرآن کریم حالت امت های قبلی را ذکر کرده و این حالت امت های قبلی را الله متعال برش یک جزا داده، یک جزا تعیین کرده و یک حکم بیان کرده. این به عنوان مثال هست که هرگاه امت اسلامی هم امو کار را بکنه دقیقاً اونمو حکم سرش تعلق میگیره و اونمو جزا را هم میبینه. عده میگن نه این مربوط به اونها میشه و ما نمیشه. در خیلی از احکام میرقم. مثلا الله متعال در قرآن کریم حالت امت های قبلی را ذکر میکنه از یهودی ها و نصرانی ها را. ولیحکم اهل الانجیل بما انزل الله فیه، باید اهل انجیل با آنچه که الله نازل کرده حکم بکنن. بعد اخیر آیت میآید که ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون هم الفاسقون هم الظالمون. ایده میگه مربوط به اونا، یعنی هرگاه یهودی ها و نصرانی ها مطابق شریعت الله حکم نکنن اونها فاسق و ظالم و کافرن. اگر مسلمان ها حکم نکنن خیره. این چیز عجیب است، در حالی که نه امو حکم را داره، قطعا امو حکم را داره. هنگامی که مسیحی ها به شریعت الله حکم نکنن اونها فاسق و کافر و ظالمن و یهودی ها هم به شریعت الله حکم نکنن اونها فاسق و کافر و ظالمن، مسلمان ها معین این حالت داره بر مبنای حالت تفاوت های حالاتش داره. در بعضی حالات فسق است، در بعضی حالات کفر و در بعضی حالات هم ظلم. این که یک نفر بگن نه این آیات متعلق به یهودی نصارا هست، درست است، ظاهر آیات متعلق به یهود و نصارا است، اما نتیجه که در مورد عمل یهود و نصارا مرتب شد در مورد ما هم مرتب میشه، چون الله ذات عادل است. و این رقم نیست که اگر یهودی ها کار کرد اونها را عذاب بده، مسیحی ها کار کرد اونها را عذاب بده، مسلمان ها را بگن نه شما نازانه های ما. مثل که یهودی ها میگفتن نحن اولیاء نحن ابناء الله و احباء، ما فرزندان الله و دوستان الله. الله متعال میگه قل لمن، الله تبارک و تعالی چرا شما را به خاطر گناهانتان عذاب میکنه؟ چرا الله متعال شما را به خاطر گناهانتان عذاب میکنه؟ پس الله تبارک و تعالی معیارهای عادلانه داره در مورد همه امت ها و در مورد همه ملت ها. اگر کسی این معیار الهی را نقض کرد الله متعال رو ذلیل میکنه.